توی دیما میرسه، یعنی یک ماه پس؟ نه 2.5 ماه دیگه. دیر میپخته است. آره دیر رسه، این میان، یعنی تو دیما میرسه. بله. و بسیار خوشمزه، پوست بسیار قرمزی داره و ماندگاریش توی سردخونه انبار بسیار عالیه، تا 3 ماه میمونه. این نارنگ است. نارنگیه، بله. نارنگی ماندارین است. بله. ماندارینی بسیار هم خوشمزه است. مرقات. ما یه مقدار بز داره فقط. یه مقدار چی داره؟ تخم داره، دانه داره. همداران عزیز، این مرقات شو ببینید، ما برده بودیم که از ترکیه چقدر میوه میبسته است. اینو ببینید. امولی چیز دنیه. آقا منور. آقا منور. اینه بردارید. انا بردارید یک نشانتی هم چقدر بستگی است. کدوم زبون خیلی گپ میزنن من نمیدونم موزه من نفهمم کردی میگم نگفت. از میپرسیم. بلوچی بود دیگه، اینجا بلوچ هم زیاد است. ببینید چقدر بسته است نه؟ ببینید این مرقات، ماندارین مرقات درپز بوده است، در میپخته است، لیکن نهایت شیرین میشده است و در سردخانه مونده. اگر به سردخانه هم بسیار میشده است. این ببینید چقدر بستگی، سر و گوش پر از میوه. مرقات ما بردم از ترکیه سال گذشته، کدامی خرید از ما برد نبود. این رو همین حالش رو زکس کنید میبریم. اکنون وابسته به نرخ اینا میگم که همه چی قیمت کردن. همه چی در بازار قیمت شده است. برای چی نمیدونم. میگوین که سرد زد، ترکیه سرد اومد، اینجا هم سرد اومد. میگم در پناه خدا باشید، باز در تماس میشویم.